مسیر رو راه میکنن. مهمه که کجا، کدوم کافه، کی هستن، بک‌گراندشون چیه، چند سالشونه، چند تا میزنن، چند تا میزنن، چی میگن، چه تیپی هن. ما همچین چیزی رو نداریم. یک این. دو اینکه ما در ایران داستان و روایت نداریم در زمینه علم. هرچی داریم پرسش و پاسخ و راهکار. همه چیزا راهکارهای در جهت سوال اینه چرا عقب مانده ایم، چیکار کنیم بهتر بشه. ولی توصیف نداریم. توصیف هم به نظر من خیلی کار منفعلانه ایه. وقتی من میگم که ما باید توصیف کنیم یا معاینه بشیم یا یک چیزی رو دقیق مشاهده کنیم و بعد اون رو به تصویر بکشیم برای خوانندگانمون، در اکثر افرادی که به جای تحلیل خواهی بیاورده. یعنی من فقط بیام توصیف کنم که بله این تعداد دارم مثلا این کار میکنم، یه سال میکنم، ششم دارم مشاهده میکردم، یا هم در پنجشنبه ها مهمونی دارم، هفتگی یه چیزی کردم، اشتراک میکنم، این که دردی از مادران در تا کمک این توسعه و آبادانی ایران ما اصلا باید مسئله توسعه و آبادانی رو بذاریم کنار. نه این علاقمند نیستیم، همه ما به هر حال به نوعی اولا که به یک شاید برای دلمون میتره برای بیشتر برای آبادانیش کنتر همه اینا، ولی انسان شناسی اون جنبه عملیش اونقدر برجسته نیست تا وقتی که ما خودمون از قید این سوال تکرار شونده و نق زننده توی سرمون خلاص نکردیم که ما چجوری میتونیم از این درد بیان و یه چیز دیگه بشیم، نمیتونیم یه کار انسان شناسی خوب انجام بدیم. اولا می‌خوایم توسعه خانوار ما نمیتونیم مثلا 2 سال از بهترین سال‌های عمرمون رو صرف مطالعه 10 نفر آدم کنیم که در دپارتمان میکروبیولوژی دانشگاه شیراز دارن کار میکنن، میرن، میان،